سلام، عرض ادب و احترام. یه سری گزارش در واقع یا یه سری کار توی اکسل هست که به صورت روزمره ما که زیاد با اکسل کار میکنیم در واقع میتونیم ازش استفاده کنیم. من چند تا یک مثال رو یک فایل اکسل رو دارم و یه سری مثال براتون میخوام کاربردی بزنم. اصلا کاری ندارم که شما چقدر اکسل بلدین. فرض کنید یه جدول اینجوری در واقع دارین. فرض کنید که میخواید از ساده ترین چیز اکسل میخوایم شروع کنیم. میخوایم این 3 تا ستون رو در واقع بیایم سنتر کنیم. به همین راحتی میام این کار رو انجام میدم. وقتی من از رو ردیف یک رد میشم این تیتر بالا رو از دست دارم میدم. میخوام یه کاری بکنم که دوستان تا آخر ویدیو باشین حتما. اینا شاید این 2 تا نکته خیلی ساده بود ولی آخرش به یک جاهای واقعا هیجان انگیزی میرسیم. حتما تو این ویدیو با ما باشین. میخوام یه کار کنم این هدر رو از دست ندم. خب کاری نداره، میام روی A2 نگاه کنید. A2 اینجا در واقع موس رو کلیک میکنم، تو قسمت ویو فریز پنل رو انتخاب میکنم، فریز پنل رو میزنم که اسکرول میکنم در واقع از دست نمیدم. میخوام برم به آخرین قسمت، آخرین سطر و ستون فایل اکسل. یه کار اینه که با موس اسکرول کنم، یه کار اینه که در واقع این اسکرول رو بگیرم بیام تا پایین. یه کارم اینه که اینجا هر جایی که بودم وایسم کنترل و کلید در واقع اندو بزنم و بیام روی آخرین سطر وایسم. اینا شورت کات های در واقع اکسل که حالا خودتونم بلد هستین. موضوع صحبت ما این نیست. فرض کنید من اینجا یه لیست دارم که شامل یه سری کد خریداره. خب میخوام به صورت نمایی یا نمادین بیام اینجا یه عنوان خریدار درست کنم و فرضم رو بر این بگیرم که این لیست رو به من دادن و اینجا مثلا میخوام عنوان ماه رو بذارم. خب و میخوام اینو از یه فایل دیگه ای بخونم، میخوام لوکاپ بنویسم. وقتی که من از یک فایل اکسل یا یک شیت اکسل دیگه دیتا میگیرم کار لوکاپ دارم انجام میدم. ستون ماه میگیرم برای اینکه حالا نمیخوام تایپ کنم، میارم اینجا پیست اسپیشال ولیو رو میزنم، کد ماه همه. خب ببینید تکراری دارم دیگه، 1 2 عمدن همین کارو کردم. کل این ستون رو انتخاب میکنم، میام دو دیتا ریموو دوپلیکیت رو میزنم. این میشه لیست یونیک من. اینجا مینویسم فروردین، اینجا مینویسم اردی بهشت خرداد. یکم تأمل کنید، خیلی کمکتون میکنه این کار. تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند. خب کلشو میگیرم، میام تو هوم، فونت مورد علاقمو که اسمش ایران سنس هست انتخاب میکنم، میذارم روی 10. این میشه لیستم. باز اینجا ویو فریز پنل میخوام یه کار تمیز ارائه کنم. اینو میذارم اسمشو عنوان، اینو میذارم عنوان کامل. خب من میخوام تو عنوان کامل اینجوری بشه 01 خط تیره فروردین. اردیبهشتم باز به همین شکل باشه. خب اینم میذارم اردیبهشت 02 اردیبهشت. میخوام ببینم که اینجوری میشه. خب این که نمیشه. خب در واقع من دارم یه فرمول مینویسم که عنوان کامل میشه کد ما، خط تیره و عنوانم. خب حالا میخوام اینو به صورت فرمولی بنویسم. مینویسم مساوی کد ما هم علامت اند، علامت اسپیس یا اسپیس، علامت دابل کوتیشن یه اسپیس یه دشت، اند عنوانش. ناکای شد خرداد. اینم کافیه 2 تا کلیک کنم، بقیه هم اوکی میشه. این 2 تا رو میتونم کنترل سی کنم، این 2 تا رو کلیک کنم بزنم، اینم شد ماه. حالا میخوام به صورت رایت تو لفت باشه، میتونم یه دونه ستونا رو بگیرم، فرمت پینت رو بزنم و بیام این کار رو انجام بدم. خب دایرکشن هم اینجوری شد. خب حالا میخوام این ور زمانی که
دارم در واقع این کارو میکنم. حالا اینجا من یه ذره اینا رو تغییر بدم که اول B2 باشه بعد A2 باشه. بازم فرقی نکرد. یه ذره تو نمایش دادن کلن فونتای فارسی یکم مشکل این رو در واقع ما داریم دیگه، هیچ کاریش هم خیلی نمیتونیم بکنیم. B2 این ورم بشه A2. میدید بازم همون خیلی تو نمایش فرقی نمیکنه متاسفانه. فارسی یه ذره گیروگوره اینجوری رو داره. خب حالا فرض بذارید رو اینم که به صورت رایت تو لفته با اینم که اوکی. میخوام توی این شیت 1 وقتی کد 1 رو میزنم اینجا عنوان ما هم بخوره فروردین 01، یعنی اینجوری بشه. اینگار که اینجوری کپی کردم. خب وقتی چند تا رکورده اوکی مشکل نداره. خب ولی وقتی تعداد رکوردها مثلا میرسه به 2-3 هزار تا سخت میشه، یا میلیون رکورد میشه. البته میلیون که نمیتونه استفاده کنه، مثلا 200-300 هزار تا رکورد میشه، باز یه ذره سخت میشه. اینجا می‌نویسم VLOOKUP این کد ما، این اون چیزی که میخوام سرچ بکنم. در شیت دوم واضح سرچم، یعنی کلید یونیکم از A شروع میشه، A تا C و سومی ستون نتیجه و حتما اون چیزی که من مد نظرم هست، یعنی یه بار دیگه بنویسم براتون، مساوی VLOOKUP کد ماهی که میخوام در شیت 2 از A تا C و سومین ستون و این هم میذارم همیشه فالس. یا کد شد فروردین. ماهای بعدم هم اگه نگاه کنید اینجوری میشه. خب اینم که میتونم به این شکل داشته باشم، هر کاری هم میکنیم و 01 اونجوری در نمیاد. حالا نگاش میکنیم شاید بتونیم باز یه کاری انجام بدیم. خب هر تغییری اینجا بدم اینجا تغییر میکنه، یعنی اینجا مثلا میرسم فروردین خالی، توی شیت یکم تمام اینا میشه فروردین. خب اما اون کد رو من فعلا لازمش دارم و یه بار دیگه بذاریم بنویسیمش. میگم یکو میخوام اندش با 2 تا اسم، 2 تا خط تیر اند عنوان، اینجوری دوست دارم باشه. نگاه کنید باز دوباره اینجا هم همون تغییر اومد. تو کد خریدارم میخوام چه کاری بکنم، یه کپی میکنم، اینجا لیست ما هم بود، اینجا یه لیست فرضی برای خریدارانم در واقع درست میکنم. میام تو شیت 1 کل کد خریدار رو میام تو خریداران، پست اسپشال ولیو میذارم، کلیک راست میکنم، ببینم میتونیم از اینجا فرمت پینت برداریم. نمی کنم شاید هم بشه، میشه. خب اینجا میام اینو میذارم رو 9، دوباره میام تو دیتای تکراریش رو ریموو کنم. اینجا می نویسم یه ذره پیچیده که نه، یه ذره خاص‌تر میخوام بنویسم. خریداره، یه فاصله، یه دونه هم این کد، یعنی با این کد در نظر گرفتم با اسم خریدارم و اینم که فرمت پینت کنم، اینم میشه عنوان خریدارم. میام توی قسمت در واقع اینجا دوباره یه VLOOKUP بنویسم، میگم این کد رو برای من سرچ کن در شیت خریدارانم از A تا B، ستون دوم نتیجه است و اینم بذار برام فالس. خب اینم شد از این. خب حالا اصل کارمون میخواد شروع بشه، اینم میشه لیست. توی ویدیو ازتون خواهش کردم که تا پایین ویدیو با ما باشین. قسمتی که میخوایم درست کنیم، میخوایم پیوت یا پایوت چارت پایوت اکسل رو در واقع توضیح بدیم بهتون که گزارش مقایسه‌ای. ببینید همیشه گزارشاتی که شما میخواید به اینجا ختم نمیشه، یعنی همیشه اینجوری نیست. ممکنه کارفرمای شما بگه من گزارشی میخوام که دوره رو تو ستون عمودی برام نشون بده، تو ستون افقی ماه‌ها رو نشون بده.
بذارین چند تا مثال من براتون در بیارم. می‌نویسم گزارش مقایسه‌ای فروش سالانه بر اساس، یا بزنم گزارش فروش سالانه بر اساس ماه. خب میخوام از این لیست کل این دیتا رو بردارم یا یه کار دیگه بکنم. بذارین این دیتا رو من کپی کردم، این شیت رو پاک میکنم، دوباره این لیست رو کلیک راست میکنم، موو ور کپی میکنم، موو تو اند میکنم، کریت کپی، اینجا بیام این گزارش رو درست میکنم. حالا میخوام اون ستون رو درست کنم. کارفرما من گفته بر اساس دوره و ماه، دوره به صورت عمودی، ماه افقی، مقدار مبلغ هم جمع میخوام، یعنی مقدار مبلغ این 4 تا رو اصلا جمع میخواد. کل اینو میگیرم، میام تو اینسرت پیوت، به صورت پیش‌فرض انتخاب میکنم، میگم کارفرمای من گفته دوره رو میخواد، ببخشید دوره رو میخواد، یعنی دوره اینجا باشه، و ماه رو به صورت ستون افقی میخواد، و فرض کنید مقدار و جمع مبلغ و یا مبلغ تخفیف هم میخواد. حالا من برای اینکه شروع نشه فقط مثلا این مقدار رو قابل پرداخت رو میزنم. این میشه گزارش اول من. یعنی اگر من بیام یک بار دیگه کل این کار رو انجام بدم با شما، من میام تو لیستم کلیک راست میکنم، اینسرت پیوت، میام میگم که کل این دیتا، کارفرمای من گفت دوره رو میخوام، ماه رو به صورت افقی میخوام و مقدار رو به صورت عمودی میخواد. این میشه گزارشی که از من خواسته. اگر نگاه کنید من میتونم اینجا کل اینا رو بیام فرمت سل بزنم و نامبر بذارم. حالا بر اساس مدلی که میدونم، مثلا فکر میکنم که مثلا اشار نداره. این میشه گزارش اولم. این گزارش بود که کارفرما از من خواست. اسم این گزارش میشه گزارش فروش سالانه بر اساس ماه. اینو میارم اینجا، یه رینیم میکنم، اینو میذارم مقداری، گزارش فروش مقایسه‌ای مقداری. خب دوباره میام کارفرمای من این دفعه میگه بر اساس کد ماه هم بذار، یعنی بگو اول ماه هم ستون عمودیم، افقیم میشه در واقع سالم، برعکس حال یه مدل دیگه. دوباره اینو میگیرم، اینسرت پیوت تیبل یا پایوت، اون چیزی که کارفرمای من خواسته بود ماه رو اول خواسته بود، دوره رو اینجا خواسته بود سالها، و مثلا فرض کنید قابل پرداخت رو خواسته بود. اینم میگیرم، کل این انتخاب میکنم، بذارین از اینجا ببینم، چونم فرمت پینتر بگیرم، بعد از اینجا تا اینجا رو فرمت پینتر میزنم. اینم که حالا میتونم بگیرم این تیکه رو، اینم میذارم روی سنتر، اینجا رو یه ذره باز میکنم، اینم گزارش منه. میتونم اینم گزارش من. خب اینم گزارش دوم. ستون ها اینجا به این شکل هستش. یه ذره اینجا رو ترتمیزش میکنم، اینم میشه گزارش دوم. اسم این گزارش رو میذارم فروش ماه سال بر اساس قابل پرداخت به صورت مقایسه‌ای. خب
خب بازم میتونم گزارش‌های مختلف ازش در بیارم بر اساس کد خریدارم. حالا بریم میدونم بر اساس کد عنوان خریدار در بیاریم. آخرین مدل اینزرت رو میزنم، پیوت، کل این دیتا رو اینجا انتخاب میکنم، میگم ستون اول من کد خریداره، بعد عنوان خریدار، که حالا نگاه کنید اینجا یه ذره اینجوری نوشتنش یه ذره سخت باشه، من همین عنوانه رو میذارم. میخوام بگم هر خریداری در هر دوره‌ای قابل پرداختش چقدر بوده. ببینید دوستان اینا گزارش‌های واقعاً فوق‌العاده‌ایه که شما میتونید داشته باشید، یعنی به این راحتی ازش نگذرین. من همونطوری هم که گفتم تا آخر ویدیو اگه همراه باشین یک گزارش خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای ما میتونیم ارائه کنیم که به راحتی شما میتونید از این استفاده کنید و نتیجه‌ای که میخواین رو بگیرین. اینم میذارم اسمشو خریدار سالانه قابل پرداخت. ببینید کاربرد پیوت یا پایوت توی مقایسه، یعنی من اینجا میگم لیست خریدارم، به جای اینکه از این لیست اگه بخوام واقعا اینجوری در بیارم پدرم در میاد، یعنی پوستم کنده است. باید بیام اینجا دیتا رو بگیرم، فیلتر بذارم، هر خریدار رو فرض کنید فیلتر کنم، بعد بیام بگم خب حالا تو هر سال 98 هم چقدر بوده، دوباره بیام سال 98 رو فیلتر کنم، بعد بیام بگم خب حالا جمع مقدارم چقدر شد مثلا 141,745. خب یعنی این خیلی فوق‌العاده است. خب اینو در نظر داشته باشین. بعد از این فایلی که در واقع ملاحظه کردین، ما ابزار گزارش سازی داریم تو داده سامان که تمام این در واقع پیوت رو با 3-4 تا کلیک بهتون نشون میده و واقعا ابزار فوق‌العاده. حالا من یه توضیح خیلی 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 کوچیک میدم بهتون. این گزارشی که گزارش ساز ما داده دقیقاً همون مدلی که شما دارین میبینید. من میام پیوت انتخاب میکنم، میگم که اولین گزارش رو بر اساس سال، یعنی اینجا باشه سال، این بالا ماه و مقدار میخوام بسازم. یعنی اینجا دو ستون عمودی میذارم دور همون سال، این ور میذارم ماه و این ستون جمع پذیر رو من در واقع انتخاب میکنم جمع مقدار. یعنی دقیقاً اون گزارشی که شما از توی پیوت اکسل در آوردین، یعنی فایلی که برای نمونه بود رو ما جدا کردیم بردیم تو اکسل، براتون پیوت رو رسم کردیم، توضیح دادیم و گفتیم به چه شکلی. حالا میخوایم بگیم توی گزارش ساز در واقع داده سامان به چه شکل خواهد شد. سال 1398 1751، سال 1398 1751 و ماه 12 هم 9418 تا که من میام اینجا 9418 رو میبینم. این شد مدل اولم، یعنی خیلی راحت پیوت رو در آوردم با 2 تا 3 تا کلیک. توی این یکی ماه رو میخوام، بعد سال رو میخوام و قابل پرداخت. یعنی اینجا توی این پیوتی که دارم درست میکنم میگم من ماه رو میخوام، اینجا سال رو میخوام، اینجا هم به جای اون ستون مقدار در واقع قابل پرداخت رو میخوام، پیوت رو میزنم، خودش برام داره این کار میکنه دیگه. به جای اینکه من این همه کار انجام بدم که بهتر یاد بگیرم و بدونم چیه، خب میتونم از در واقع گزارش سازهایی که توی داده سامان هست و به صورت گزارشات شرطی و خود کاربر میتونه در واقع درست کنه استفاده کنه. اولی رقمم 456 میلیونه، دارید میبینید 456 میلیون. سال 99 هم تو برج 12 5545 99 برج 12 هم همینه. گزارش بعدی رم به همین سادگی من میتونم توی گزارش ساز نرم افزار مدیریت و نرم افزار جامعه بازرگانی در واقع مدیریت و حسابداری جامعه بازرگانی میتونم داشته باشم. گزارش سازی که در اختیار شما قرار میگیره، خودتون میتونید گزارش رو بسازین، ذخیره بکنید و هر وقت خواستین در واقع مثلا یه روز بعد 2 روز بعد اینو در واقع بیاین از گزارشات در واقع گزارش شرطی بیارینش، بعد انتخاب بکنید، بگید من میخوام اون گزارشی که چند روز ساخته بودم رو بیارم و بقیه کارها رو انجام بدید. این فایل اکسل هم براتون داخل همین ویدیو لینکش رو میذارم که بتونید دانلود کنید و ازش استفاده کنید. حالا ممکنه اعداد و ارقام
مثلا یکم ببینیم میتونه تغییر بکنه. اگه من اینو تغییر بدم فکر نمی‌کنم تغییر بکنه. نه تغییری نمیکنه. عددارم براتون میذارم همین باشه برای نمونه. این فایلم میذارم توی همین زیر همین در واقع پست، همین ویدیو، زیر لینک همین ویدیو، و حالا دانلود کنید مثال هایی که دیدیم تمرین کنید، از ویلوکاپ استفاده کنید مثل همین بحث خریداران، از این پیوت استفاده کنید، نتیجه رو ببینید، ممکنه توی جای واقعا به دردتون بخوره. خیلی ممنونم که با این ویدیو با ما همراه بودین. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون.